عیسی در مورد افرادی که اعتماد به نفس و خودباوری زیاد دارند و دیگران را حقارت می شمارند مسئله بیان کرد و گفت روزی 2 نفر برای دعا به معبد رفتند. یکی از آنها عالم دینی بود و دیگری یک باجگیر. آن عالم دین گوشه استاد و دعا کرد: خدایا شکرت که من مثل بقیه نیستم. من حریص نیستم، زناکار نیستم، بی انصاف نیستم و حتی مثل این جزیه‌گیر نیستم. هفته 2 بار روزه می گیرم و 10% درآمد خود را به غریبا می دهم. اما شخصی باجگیر دور ایستاده بود و او جرأت نداشت که حتی به آسمان نگاه کند. به سینه اش زد و گفت: خدایا به من رحم کن که گناهکارم. پس از این مثل عیسی گفت: به شما می گویم آن مرد برخلاف آن عالم دینی با بخشوده شدن تمامی گناهانش به خانه برگشت. زیرا هر که غرور داشته باشد خوار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد بلند خواهد شد. با توجه به دعای عالم دینی و دعای باجگیر از دیدگاه آنها در مورد چگونگی قضاوت خدا چی می‌فهمیم؟ چرا عیسی گفت که گناهان باجگیر بخشیده شد برخلاف گناهان عالم دینی؟ وقتی می‌دانید که قلب چیزی است که برای خدا مهم است، چگونه بر نحوه نگریش شما به دعا و عبادت واقعی تأثیر می‌گذارد؟